سلام دوستان، امروز دستور خورشت آلو یا همون آلو مسما رو داریم. مواد لازممون آلو بخارا، پیاز داغ، رب، آبگور، شکر و ادویه‌جات، نمک و فلفل و دارچین و زعفرون. خب روغن رو تو تاومون میریزیم و بعد آلوها رو اضافه میکنیم و تفت میدیم. بعد از اینکه آلوها تفت داده شد، پیاز داغمون رو با آلوها اضافه میکنیم و یه تفت دیگه با پیاز داغمون میدیم. رب، نمک، فلفل، دارچین یعنی ادویه‌جاتمون رو اضافه میکنیم و آلو و پیاز داغ رو با ادویه‌جاتمون حسابی مخلوط میکنیم. حالا سس آلو رو به مرغامون که از قبل با کمی نمک و فلفل و زردچوبه و زعفران میپز شده اضافه میکنیم. وقتی سس آلو با مرغمون مخلوط شد، مقداری آبگوره و شکر رو به خورشتمون اضافه میکنیم تا خورشتمون یه طعم ملسی داشته باشه. خب دوستان عزیز، طعم خودش
یه مقدار ترشی یا شیرینیش بستگی به ذائقه هر کسی داره. دیگه میتونیم تست کنیم و خودمون تعیین کنیم که چه مقدار ترشی یا شیرینی داشته باشه و در نهایت زعفرون رو اضافه میکنیم و میذاریم رو حرارت تا حسابی خورشتمون جا بیفته. خورشتمون حاضره و در کنار یک کته زعفرونی سرو میکنیم. نوشه جان. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. برای دیدن آموزش بعدی زنگوله رو روشن کنید و لطفاً نظراتتون رو برام کامنت کنید. خدا نگهدار.